اگر تو هم دلت میخواد بدونی که بعد از اینکه به کشور فرانسه مهاجرت کردی آیا از طرف دولت فرانسه کمک هزینه‌ای در اختیارت قرار داده میشه یا نه، پس تا انتهای این ویدیو همراه من باش. سلام، من لیلام. نزدیک به 3 ساله که تو کشور فرانسه تو شهر استراسبورگ دارم زندگی میکنم و تو این صفحه، یعنی تو صفحه لیلی آندرلاین فرنچ، سعی دارم علاوه بر روزمرگی‌های خودم تمام نکات مهاجرت و یه سری چیزهایی که اگر بدونی بعد از اینکه به این کشور مهاجرت کردی خیلی مسیر برات راحت‌تر میشه و خیلی راحت میتونی از پس یه سری چیزا بر بیای رو توی این صفحه، یعنی صفحه لیلی آندرلاین فرنچ، برات به اشتراک بذارم. اگر دلت میخواد که این پست های من برات دیده بشه، پست هایی در مورد مهاجرت و نکته های مهمی که بعد از رسیدن به این کشور فرانسه باید بدونی، حتما صفحه لیلی آندرلاین فرنچ رو سابسکرایب کن و بزن که برید. به کشور فرانسه مهاجرت میکنی؟ بله، حتما یک کمک هزینه از طرف دولت فرانسه در اختیارتون داده میشه که اصطلاحاً بهش میگن CAF، CAF، که مختصر جمله کس دالوکاسیون فامیلیال هستش، به معنای صندوق حمایت خانواده. اما نه، نگران نباش. فکر نکن که وقتی این جمله معنیش یعنی صندوق حمایت خانواده پس به تویی که مجردی و مهاجرت میکنی به فرانسه تعلق نمیگیره. نگران نباش. این کمک هزینه شامل همه میشه. یه سری شرایط داره که در ادامه این ویدیو حتما برات میگم. حالا این کف مربوط به خانواده ها، دانشجوها و در یک کلام مربوط به کسایی هستش که احتیاج به حمایت و کمک هزینه مالی دارن. یه توضیح سریع و خیلی مختصر در مورد انواع کمک هزینه ها یا همون کف تو کشور فرانسه بهت میدم. مثل کمک هزینه های خانوادگی، کمک هزینه های بیکاری، کسی که بیکاره و شغل نداره، کمک هزینه های نگهداری از فرزند، کسی که مثلا بچه های زیادی داره اما حمایت مالی نداره، هزینه هایی که مثلا میره سر کار و درآمد خیلی کمی داره، و از همه مهمتر کمک هزینه های دانشجویی که احتمالا شامل من و شما میشه که دانشجو هستیم و ما با این قسمت بیشتر از همه کار داریم، چون اصولا کسایی که به فرانسه مهاجرت میکنن از طریق دانشجویی مهاجرت میکنن. نگران نباش، از هر طریقی که مهاجرت کنی بسته به شرایطت و بسته به اون ویژگی هایی که باید داشته باشی برای دریافت کمک هزینه کف، حتما کف شاملت میشه. فقط باید اون شرایط رو داشته باشی و بسته به اون شرایطت اون کمک هزینه بهت در اختیار تو قرار میگیره. گفتم با توجه به شرایطی که داری اون کمک هزینه یا همون کف در اختیار تو قرار میگیره. حالا این شرایط با چه چیزهایی قیاس میشه؟ اینکه شما کار میکنی یا اصلا کار نمیکنی، اینکه اگه کار میکنی تمام وقت کار میکنی یا نیمه وقت کار میکنی که اصطلاحاً در زبان فرانسه میگن تام پلان یا تام پارسیل. تام پلان یعنی تمام وقت و تام پارسیل یعنی نیمه وقت، که بعد نگاه میکنن ببینن شما اصلا تمام وقت کار میکنی یا نیمه وقت کار میکنی، دانشجو هستی یا دانشجو نیستی، اصلا میگم درآمد داری نداری، کودک بچه داری یا نداری، تعداد فرزندانت اگر داری چند تاه. که در دولت فرانسه این شکلی هستش که هرچی تعداد فرزندانت بالاتر باشه کمک هزینه‌ای که به تعلق میگیره بیشتره. اما حواست باشه اینطوری نیستش که شما درآمد خیلی بالایی داشته باشی، بچه‌هات هم هرچی بیشتر باشن درآمد کمک هزینه بیشتری به تعلق میگیره. نه، گفتم شرایط کف یک مقدار پیچیده است. کسایی که کار نمی‌کنن و درآمد خیلی کمی دارن و تعداد فرزندانشون هم خیلی زیاده، مثلا 3، 4 یا 5 تاه، بهشون کمک هزینه یا کف بیشتری تعلق میگیره. همه اینا بستگی به میزان درآمد شما داره که به طبع هرچی میزان درآمد شما بالاتر باشه کمک هزینه‌ای که به شما تعلق میگیره قطعاً کمتره. حالا اگه فکر میکنی که اینجور اطلاعات و اینجور موارد مهم وقتی به کشور فرانسه میرسی که قطعاً باید بدونی، اگر فکر میکنی که برات کاربردیه که قطعاً از نظر من خیلی کاربردیه، حتما صفحه منو سابسکرایب کن، دکمه زنگوله رو بزن که یه همچین پستایی که خیلی برات مهمه، که خیلی مهمه وقتی به اینجا میرسی یا اصلا اگر فن کشور فرانسه هستی دلت میخواد اطلاعاتی در مورد این کشور داشته باشی، پستای من حتما برات دیده بشه، دکمه زنگوله رو حتما بزن
و برای دوستاتم بفرست اگر دلشون میخواد که به کشور فرانسه مهاجرت کنن یا اطلاعاتی در مورد این کشور داشته باشن. حالا میگی من باید اصلا چیکار کنم وقتی رسیدم به کشور فرانسه؟ اصلا چه شکلی باید درخواست کف یا کمک هزینه دولت فرانسه رو بدم؟ شما باید توی سایت رسمی کف CAF به فرانسهشه و CAF به انگلیسی. اگر شما رسید این کشور فرانسه حتما باید تو سایت رسمی خود کف برید اونجا ثبت نام کنید و یه سری مدارک رو اونجا آپلود کنید که قطعاً کارت شناسایی و اگر کار میکنید اون مدرک کارتون که دارید کار میکنید که قطعا وقتی شما میرسید کشور فرانسه اولش که کار نمیکنید، پس یه مدرکی باید ارائه بدید، یه نامه کوچولو بنویسید که من تازه رسیدم کشور فرانسه و اصلا درآمدی ندارم. خلاصه باید یه چیزی ارائه بدید که شما اصلا درآمدی ندارین چون تازه رسیدید کشور فرانسه و هنوز کاری رو شروع نکردید. و یه سری از مدارکی و اجاره نامه، جایی که زندگی میکنید، اگر خوابگاه باشه باید یه اتستاسیون از خوابگاهتون بگیرید که نشون بده شما دارید اون خوابگاه زندگی میکنید، یا اگر تازه رسیدین مثلا خونه یکی از اقوام ساکن هستین، اون طرف برای شما یه نامه می‌نویسه که خانم یا آقای فلانی تو این تایم به فرانسه رسیده و توی برای مدت خونه ما زندگی میکنه، یا اگر خونه هم اجاره کردین که از اجاره نامه از صاحب خونتون میگیم. پس باید یه مدرکی داشته باشین که نشون بده شما تو کشور فرانسه ساکن هستین. وقتی که مدارک رو آپلود کردین تو سایت میذارید، یکم زمان بره اما قطعاً پیگیری میشه و جوابش براتون ایمیل میشه. حالا یه چیز دیگه میخوام بهت بگم، تو ادامه این ویدیو همراه من باش. و یه چیزی دیگه که میخواستم بهت بگم و خیلی مهم و کاربردیه، میتونی اپلیکیشن این کف رو توی گوشی دانلود کنی و میتونی تمام مراحل رو تو گوشیت ببینی. مثلا میتونی ببینی که الان این مدارکی آیا مدارک رو درست آپلود کردی یا نه، تمام مشخصاتت رو میبینی، اسم و فامیلی، تاریخ تولد، و به مرور که کف تصمیماتش رو گرفت، به حال کم زمان بره تصمیم گرفت که شما با توجه به شرایطی که داری تازه به فرانسه رسیدی، حالا مثلا ما بر این اساس میذاریم که شما کار نمیکنی و یه سری شرایط رو در نظر میگیره و بر اساس اون تصمیم گیری میکنه و به مرور میتونی تو اپلیکیشنت نگاه کنی ببینی کف چقدر برات مثلا این ماه ریخته و در ماه آینده چقدر قراره برات بریزه، و یه سری نکات دیگه داره که حتما پست‌های بعد رو دنبال کن. تو پست‌های بعد حتما یه سری نکات مهم دیگه برات میذارم که حتما باید اونا رو بدونی. شما فرض کن که به کشور فرانسه رسیدی و همه این اطلاعات رو میدونی و از قبل میدونی کف یعنی چی و اصلا باید چیکار کنی، با چه شرایطی باید کف رو چه شرایطی داشته باشی که کف به تعلق بگیره و چه چیزهایی رو باید رعایت کنی. فکر کن اینا رو بلد باشی و خیلی میتونی جلو بیفتی و یکیش از بقیه و بیشتر حتی از بقیه جلویی. مثلا فکر کن مثل من که من دانشجو بودم و رسیدم به کشور فرانسه، شما هم میخوای مثلا دانشجوی اقدام کنی یا هر طریق دیگه‌ای میخوای بیای به کشور فرانسه، وقتی از همون اول بدونی کف چیه، پس مطمئن باش که خیلی کارات میتونه جلو بیفته. پس اگه دلت میخواد که پست های دیگه کاربردی رو هم حتما در مورد کشور فرانسه و پست های دیگه در مورد روزمره خودم رو هم ببینی، حتما صفحه من و این پیج من رو سابسکرایب کن، دکمه زنگوله رو هم بزن و اینم بدون که من خیلی دوستتون دارم.